سلام دوستان، خیلی خوش اومدید دوباره به یه ویدیو جدید دیگه از چنل طاهری فوتبال. امیدوارم حال بهتون عالی باشه. قبل از هر چیزی لطفا این ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. دوستان امروز اومدیم با یه پک اوپنینگ جذاب در خدمتتون باشیم. امیدوارم از این پک اوپنینگ لذت کافی رو برده باشیم. پک اوپنینگی که شانس رایگان هم هست، بخش اپیک ها. حالا جلوتر میپردازیم. اگه تا به حال ویدیوهای قبلی ما رو ندیدی، حتما اون چنل رو سابسکرایب کنید، از اونجا ویدیوهای قبلی ما رو هم ببینید که خیلی ویدیوهای جذابی هستن. 3 پارت معرفی فیتشگن داریم و آموزش گرفتن سری آرتیکل رایگانی فوتبال و اینجور چیزا. کلا آموزش دریبل یا رفع ارور بوستر رایگان بوستر پولی ای فوتبال چطوری رایگانش کنیم. فیلم آموزشیشو گذاشتم و همین. دوستان یه نکته هم که بگم، هر هفته یه دونه پک اوپنینگ فیلمشو میذاریم. البته باید دیگه کل خرج کنیم. خب دوستان بریم سراغ ویدیو. خب دوستان همونطور که میبینید میخوایم بریم بخش اپیک. این روش رو قبل از زدن شانس رایگان تست کنیم. میایم همونطور که مانند تصویر اینطوری میایم اینجا یه رفرش میدیم مرحله بعدی. حالا روی سی اول میزنیم، یعنی دیدن همه بازیکن‌ها و یه ذره میایم پایین، دوباره برمیگردیم. حالا این میگن یه باگی میندازه، منم شنیدم. بزنیم ببینیم چی میشه. یا خدا داد. بالاخره بعد از 2 تا تلاش بالاخره بازیکن رو داد. اپیک خوبیه، روئل بازیکن خوبیه. تستشو براتون تو ویدیوی جداگونه میذارم. واقعا خیلی بازیکن خوبیه، تعریفشو شنیدیم. پرسرعت، همونطور که تو آمارش هم میبینیم. خب دوستان میخوایم بریم اینو ارتقا بدیم، بعد بریم سراغ گذاشتن در ترکیب. اینا بازیکن‌های ماست. همونطور که میبینید 123 تا 10,000 تایی دارم. خیلی زیاده واقعا. میانیم تو ترکیب. به جای نیمار حالا از اینجا سرگینیو هم پیدا کنیم. بازی قبلی اخراج خورده بود، بیاریم ترکیب. میذارم به جای رافیدیان، میارم ترکیب اصلی و حالا روئل رو میارم جای لامینیامان که خیلی هم جوابگوی، واقعا خیلی بهتر از یامان بازی میکنه. البته یامان 105 اونم خیلی خوبه ولی خیلی بهتر از اونه. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، به 50 تایی برسیم تا براتون لایو هم بذاریم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.